نیویورک تایمز ادعا کرده که آمریکا و اسرائیل در تلاش بودند تا از محمود احمدی نژاد برای تغییر قدرت در ایران استفاده کنند. این خبر هنوز اثبات نشده، اما نکته مهم آن این است که بیش از این که به شخص احمدی نژاد مربوط باشد، به منطق واقعی قدرت در سیاست بین الملل اشاره دارد. منطقی که حتی یک داعشی را با تغییر لباس بر مسند قدرت در سوریه می نشاند. این گزارش که در نیویورک تایمز منتشر شده و سپس در رسانه‌های غربی بازتاب یافته، مدعی است که در مقطعی آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌هایی برای براندازی نظام در ایران بودند و یکی از این گزینه‌ها حمایت از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور و حتی چهره‌های داخلی بوده است. در این میان نام محمود احمدی نژاد به عنوان فردی که پتانسیل ایجاد شکاف در نظام و حتی رهبری یک جریان اپوزیسیون را داشته مطرح شده است. این ادعا صرف نظر از صحت و سقم آن نشان دهنده یک واقعیت تلخ در سیاست بین الملل است. قدرت گاهی اوقات منطق خود را دارد که با اخلاقیات و ارزش‌های انسانی در تضاد است. در این منطق هدف وسیله را توجیه می‌کند و برای رسیدن به اهداف استراتژیک ممکن است با بازیگران ناهمگون و حتی افرادی که در گذشته دشمن تلقی می شدند وارد معامله شد. این موضوع را می توان با مثال سوریه مقایسه کرد. در سالهای ابتدایی بحران سوریه، گروه‌های مختلفی در مقابل دولت بشار اسد صف‌آرایی کردند. برخی از این گروه‌ها با حمایت خارجی به سرعت رشد کردند و حتی ایدئولوژی‌های افراطی را ترویج دادند. با گذشت زمان و تغییر معادلات منطقه‌ای و بین المللی، برخی از این نیروها که زمانی در ظاهر دشمن تلقی می شدند، به مهره‌هایی در بازی قدرت تبدیل شدند. حتی گاهی شاهد بودیم که کشورهایی که در ابتدا مخالف سرسخت یک گروه بودند، برای مقابله با دشمنی قوی‌تر، مجبور به همکاری با همان گروه یا حداقل چشم پوشی از فعالیت‌های آن شدند. این همان تغییر لباس است که اشاره شد، یعنی تغییر در ظاهر و ماهیت یک بازیگر برای همسو شدن با منافع جدید. در مورد احمدی نژاد این سناریو میتواند به این شکل تفسیر شود که آمریکا و اسرائیل با توجه به نارضایتی‌های داخلی در ایران و همچنین سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک اهرم فشار یا یک جایگزین بالقوه بودند. احمدی نژاد با توجه به سابقه ریاست جمهوری و همچنین مواضع گاه و بیگاه انتقادیش نسبت به برخی از سیاست‌های داخلی و خارجی ایران می توانسته به عنوان یک مهره جذاب برای این منظور تلقی شود. این طرح اگر واقعاً وجود داشته باشد، نه از سر علاقه به دموکراسی یا حقوق بشر، بلکه از منظر محاسبه‌گری صرف قدرت بوده است. این خبر همچنین نشان می‌دهد که چگونه بازیگران قدرت حتی در مواجهه با رقبای سرسخت همواره به دنبال یافتن نقاط ضعف و شکاف‌های داخلی هستند. آنها به دنبال افرادی می‌گردند که بتوانند از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند، حتی اگر این افراد در گذشته بخشی از همان سیستمی باشند که هدف قرار گرفته است. این یک بازی پیچیده و چند وجهی است که در آن وفاداری‌ها و دشمنی‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند. البته باید در نظر داشت که این تنها یک ادعاست و هنوز شواهد قاطعی برای اثبات آن وجود ندارد. اما حتی طرح چنین ادعایی نیز می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. این ادعا می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی میان ایران و قدرت‌های غربی دامن بزند و همچنین بر تصورات داخلی از احمدی نژاد و نقش او در آینده سیاسی ایران تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، این ماجرا می‌تواند تلنگری باشد برای کسانی که هنوز معتقدند سیاست بین الملل
بر اساس ایدئولوژی و ارزش‌های ثابت بنا شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد منافع ملی و بازی قدرت حرف اول را می‌زند و هر گونه ائتلاف یا دشمنی می‌تواند موقتی و تاکتیکی باشد. این گزارش نیویورک تایمز اگرچه هنوز در حد ادعا باقی مانده، اما دریچه‌ای را به سوی درک عمیق‌تر منطق پشت پرده تصمیم گیری‌های کلان در سیاست بین الملل می‌گشاید. منطقی که در آن افراد و گروه‌ها می‌توانند به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند و حتی چهره‌های سابقه دار بسته به شرایط می‌توانند در سناریوهای جدید قدرت نقش آفرینی کنند. این همان منطقی است که شاید بتواند توضیح دهد چرا گاهی شاهد تغییرات ناگهانی و غیر منتظره در صحنه سیاسی جهان هستیم. جایی که دشمن دیروز می‌تواند متحد امروز باشد و بالعکس. این بازی پیچیده بیش از هر چیز درس انعطاف پذیری و واقع گرایی را به بازیگران سیاسی می‌دهد، حتی اگر این واقع گرایی تلخ و ناگوار باشد.